سلام علیک برعکس گل، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امروز اومدیم با لوسیل بابا. اوف مای لوسیل ایز ترستی. اومدیم که بریم فیلاکس او رو قسمت دومشو ببینیم با هم دیگه و ریاکت بریم بهش. قسمت اولشو توی لایو استریم داخل پلتفرم کیک رفتیم. فکر کنم ویدیوش هنوز باشه، خیلی جالب بود برام. بعد فرقی که داره با عشق ابدی اینه که برنامه پول میده، اصلا آدموش خود دیگه دارم حرف میزنم. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. Let's go. رویامون چقدر خوبه این حسی که هست بین دوتامون. چقدر خوبه این حسی که هست بین دو. کثافت حالمو به هم زدی. سلام. خب اگه یادتون باشه اپیزود قبلی با دعوای رامبد و بنیامین تموم شد. البته آخرش ختم به خیر شد. با هم دیگه دوست شدن، گفتن و خندیدن و کلی با هم گپ زدن، جوری که شیدا تعجب کرده بود که این دوتا چقدر حرف دارن که با هم دیگه بزنن. خودشون دوتا ماجرا رو تموم کردن، بستن موضوع رو، ولی این داستان ببین بین کی گفتم آخر اون دوتا. آره دخترها و تو اتاق دخترها همچنان ادامه داره. مثل اینکه چیزی که شده بوده، هر استایلسته داشته موهای بنیامین رو درست میکرده، بعد وقتی که تموم میشه بهش میگه که او تازه شدی مثلا مثل یه آدم با کلاس یا همچین چیزی. خب بعد من اومده بهش یه چیز مثبت بگه ها، ولی بعد بیانش ادبیاتش متفاوت فن بیانش بد بوده و واقعا هم بد گفته. منم باشم خب بهم برمیخوره. اونم تو دلش نگه داشته و یهو گذاشته یه تایم مناسبی که مناسب نیست، مثلا چیز شده بهش گفت. آره چون یه وقتایی هم خب رامبدم به خاطر استایلی که حرف میزنه با همه یکم اونم توجه نمیکنه کی ناراحت میشه کی نمیشه، خیلی با همه شوخی و ایناش. حالا ماها به دل نمیگیریم و اینا میگیم رامبد. یا ابوالفضل. حالا ماها به دل نمیگیریم و اینا میگیم رامبد دیگه، یه جور میدونی انگاری اون کثافت فیلم برداری که دوربین گذاشته اینجا رو هم باید بگیرم. دست همه گیریم و اینا. نه بیت میگیم رامبد دیگه، یه جور میدونی انگاری. بس اخلاقش هم دست همه اومده. آره ولی میدونی توجیه نمیکنه. بعد واسه پسرگی آخه واسه دخترها راحت تر، پسرها اصلا خوشش نمیاد چون واردش میره بالا. آره رامبد انگاری اومده خونه خاله. نه مثلا رامبد مثلا با بچه‌های او یه چیز شوخی معمولی شاید بکنه، ولی چون سیچویشن رامبد خب یه خورده متفاوت‌تر، بچه‌ها گارد میگیرن که او چرا یه مرد با ما اینجوری حرف زده. می‌دونی؟ خب به نظرتون مسابقه چی هست؟ و به نظرتون حالا مسابقه بعدش اینو بگیم که به نظرتون که آدمای جدید اد میشن. امیدوارم که به زودی اد شن. بعید میدونم وقتی اینطوری توی مسابقه باشیم. بعید نیست الان اصلا مسابقه سر جدید باشه. تو مسابقه یکم باید شیطونی کنیم اوکی؟ چه شیطونی با بکنیم؟ چه میدونم بگم مثلا اینو ماچ کنم. نه خیلی ماچ نمیکنم. چی؟ ماچ چی خیلی مهمه. سلام. پارتیستا اومدن بچه‌ها؟ کیا اومدن؟ اگه یادتون باشه قرار بود ترانه
بره با رامبد حرف بزنه و بگه که نظرش راجع به رابطه‌شون عوض شده، ولی هنوز نرفته که باش حرف بزنه. بچه‌ها من الان برم با رامبد حرف بزنم به نظر من یا بزنم بعد مسابقه؟ اگه بایستا نه از من اگه چیز بکشنش بالکنی قبل مسابقه به نظرم بهتره، چون بعد نه؟ مسابقه یهو دیدیم اگه ما کارو حاضر شدی گرفتن. ببرش بالکنی با حرفتو بزن. موامو درست کنم بعد برم؟ آره حاضر شو برو. چون که نظرم آره زود تمامش کن، باید بدونه که rip the band-aid off قشنگ دیگه. خودت اول. معذرت میخوام فارسیشو نمی‌کنم. چسب زخمو بکن. چسب زخمو بکن. خلاص کنم خلاصش کن. ببین چی آوردم. بیا. دمت گرم. نه نمیخورم. نه الان خودمو نگه شمار برگر. دمت گرم مرسی. چه کاری بود سر پیری آخه؟ چیا؟ که خودم انداختم تو این سر پیری؟ زنی که عزیزم سنی عدده. من شاید 29 سالم باشه ولی بدنم 50 سالشه. اونم حرفی. کمرم جای من بودی چی کار بلند می‌کردی؟ میشم کمر جای من بودی چی کار میکردی؟ 36 اصلا بهت نمیاد. خب بگوین خطی چی شد؟ اوه بچه‌ها اینم بگم مثل اینکه ترانه تخصص خاصی در کشیدن انواع خط چشم داره. شما اینجا چی دارید؟ لب تپ کن. یه بار تو خط چشم بر من بزن. چشم. خوشگل میزنی. چشم. بچه شما از این با یه رنگ خفن اینجوری بیاد بالا. چشم. بره منم پس. چشم. منم چشم. تو باید از این مدت شما خط چشم نمیخوای آقای عجیب غریبه کلفته. با لباسای دیگه. خب سگ خطدار. امتحانش سگ خطدار. خط اینقدر استایلت خوبه. خط داشته باشه. بچه این چیزا کار میکنه؟ والا نمیدونم. I'm joking. رفتم تو اکسو امروز سخته یکم. لولا دوباره مثل همیشه واقعا شاهکاره، یعنی اصلا یکی از بهترین آدمایی که من تو عمرم دیدم، ولی یعنی یه تیکم میخواد به اون اکسو بده، واقعا هم she deserves it. ولی فکر میکنم اکسو امروزمو به آریانا میدم به خاطر اینی که خیلی ما امروز با هم باند کردیم، یعنی هم وقتی که میدویدیم، هم دیشب مثلا وقت خواب که هم مثلا با هم حرف میزدیم و اینا، صبح هم مثلا صبح زود دوتایی با هم دیگه بیدار شدیم، مثلا یکم باند کردیم، از ریلیشنشیپش برام توضیح داد، از اکسش و نمیدونم اینا. به نظرم میاد خیلی مثلا یکم نزدیکتر شدیم با هم، جو خوبی اتلیست به من داد. مثلا همین اکسامو به آریانا میدم. یه کسی که مثلا به هم بخوره، یکم توی مثلا همین خب من تو پارتی سینم و این چیزا، یکم موزیک دوست داشته باشه، یکم شیطون باشه، پارتی کن باشه، یکم پایه باشه، اوتدور اینا دوست داشته باشه و اینا دوست دارم. آف کورس قیافه ایناش خب اولین چیز مهمه واسم، تیپ و قیافش. ولی حالا اونم نباشه، یکم باحال باشه، میدونی؟ چون اون اولین چیزی که میبینی به قول تو، ولی یهو میاد مثلا اخلاقش انقدر باحاله جذب اخلاقش میشی. اینجا لولا داره خیلی نامحسوس به دخترها میگه اگه پسر مورد پسندتون وارد ویلا نشد، برای اینکه حذف نشین میتونین با یه دختر کاپل اعلام کنین. چرا که نه؟ حالا مثلا اگه دختری نه باشه که حالا خیلی
آره میتونیم این کار بکنیم. وقتی یکیمون در معرض خطر حذف بود میگیم ما میخوایم با دختر کافه. آره به خدا آره. آره در خفا اصلا آفرین. آره دیگه همه اون چیزایی که الان تعریف کردیم خب دختره دارن خوشتیپ که همه هست. خوشگل بوی خوب میدن باحالن. آره تموم شد پارتی کنم میخوام من عشق این هم که برم پارتی هم که همه هست. تموم شد دیگه تموم شد اصلا دیگه داریم راجع به چی بحث میکنیم الان من بریم پایین اعلام کنیم. فعلا خدا نگهدار. با کمال افتخار ما میام ایونتاتو. بغل دیجی بغل دیجی میرم براتون مطمئن بیام اینجوری بیام بغل در فاز بدم مثلا به عنوان پارتنرشم بدم استاپالا من یه علامت ذوقمو کن بغلم کن ذوقمو کن ذوق خود پرپر کن. من بعض وقتا نمیشنوم. زونت میشه من دیروز توی اون انتخاب کاپله دقیقا تو همین حالت داشتم زل زده بودم تو چشمای ترمه ولی هیچی نمیشنیدم. من آره بعضی وقتا یادم هست زیادم میشم. من اصلا دلم نمیخواست این اتفاق تصویر دارم صدا من نیستم. تصویر از من نیست. من باید اینجا یه موضوع باحالی رو براتون توضیح بدم. رامبد و پوریا همیشه و در هر لحظه گشنشونه و همش دغدغه غذا خوردن دارن. تازه به بقیه هم گیر میدن که چرا غذا نمیخورن. حتی این موضوع باعث تعجب بنیامین هم شده خیلی زیاد. بازمانده های انگور از جنگ برگشته ها. آره به خدا ببین آقا ما گرسنه‌ایم. داشتم ببینم دمش میگم پوریا رو کشف کردیم صبح بودم میشه غذای من رو میگیم اینا گوششون نمیشه به شما. ما چیکار ما اگه اینا زنده نمیکنم ما چیکار همونه اینا جلو بری قطعا میمیری. این کسی که رو غذا زنده است قطعا میمیره. من خیلی عصبی میشم گشنه میشم. نمیفهم واقعا چجوری بچه‌ها تحمل گشنگی ولی باز دمش میگم تحمل میکنن. خانوما رو میفهمم چون واقعا مثلا من خواهر خودم بچه‌ها واقعا خیلی مواظبن ولی پسرا دیگه من احمد واقعا میگم خب چرا تو اینقدر به خود سختی میدی واقعا چرا؟ Who cares؟ از اینکه تو اکتیویتیت بالا باشه ما هم میسوزونیم مثلا. حالا خوبه اینو میگم 3 هفته دیگه نه امکان نداره. خب حل این فکر کنم تقریبا اوکی شده. نداره؟ آره میخوای چیزا رو بذاریم رو پنیر. آره بیا البته بذار یه دقیقه دیگه هم نمونه هرچی خوب. من میگم من تو هم مثل من ما جوسی دوست داریم ولی من خیلی جوسی دوست دارم ولی نمیخوام بچه‌ها چیز کنم این کامپلین کنم. کامپلین بعدم میاد اصلا وارد نیست به تو. من میگم دور آشغال نداری چی؟ نه اوکی چیش برم سلام. واو تو لیست سامان گفتم امروز بگیر. آفرین خیلی تیکه خوبی بود در نعمت داشتم. بیا چرا اینطوری راه میره حاجی؟ رو مخمه راه رفتنش جدی رو مخمه. شیرینی نداره آب همش خیلی تیکه خوب. نه نون همبرگر داریم؟ باید نون بگیریم. اوکی اول میذاریم تو میبریم اونجا هر کی میذارم این تو هر جوری هر کی خواست. البته پنیر میذارم. من نه چیز نمیخوام. چیز نمیخوریم؟ میخواین نذاریم. اگه منو خودت بذار تو من شما خودتون رو برای خودتون بذارید. ما بقیه سیف برخورد کنیم نذاریم هر کی خواست بزنم به تخته. رامبد غذاش ببین میگم داش کوچیک همه بلند میشه من بلند میشم. میگم پوریا باش حالا مثلا ولی
دیشب مثلا شازم یه جوریه که دیشب آخه من قشنگ داشتم می‌دیدم که رامبد متابولیسم بدنش خیلی من یه رکوردی دارم، حالا بعدا با هم صمیمی‌تر شدیم به رکورد رو نمیخوام اون رکورد من یه رکوردی من در اومد نمیخوام من یه جاهایی رفتم. آره ولی آخه دیشب ساعت 12 اون همه مرغ خوردن اصلا بابا گوشتم بود. من یه بار 20 سالم بود نزدیک 3.5 کیلو تنهایی مرغ خوردم توی شب. من از این کارو کردم. چه خبره؟ ببین عشق غذا که باشی منم مثلا میفهمم، مثلا حرف میزنه مثلا خودم دارم حرف میزنم. منم اصلا خب عشق غذا هستم. نه عشق قسلو کن پوریا، قسلو کن بیشتر، قسلو کن پذیری. بعد میدونی منم مثلا از اینایی هم که یه خورده از تایم غذام بگذره عصبی میشه. بابا این بیدار شد عصبانی بود، بعد میدونی من بیدار شدم عصبی بودم. عصبانی بود. من گشنه باشم من اصولا حالا صبح پا میشم تا 10-11 بیا این 4 تا خورده اینا برای بقیه آپدیت بشم و اینا، اصلا بد اخلاق طوری و اینجور چیزا. نه بر میتونیم داشته باشیم. آره من دقیقاً بعد من از خواب بلند میشم سگم هستم. میگم بیدار شو بعد قیافه‌شو میدیدی. حالا فردا دقت کن تا ساعت 11 قبل صبح من صدام یه رنگه دیگه، وقتی غذا میخورم اینا دنیا براش رنگه دیگه. من تازه اپروچبل میشم قصد دنیا براش رنگه دیگه. جدی میگم، جدی گفتم. حالا اون صدایی هستش از خواب پا میشه اون رو ببینی فرار میشه. خیلی به جان خودم اصلا بعضی موقع من اینجوری صحبت با طرف میگه این مثلا چرا این چی شد که این شد؟ چرا چی شد کانال عوض کرد؟ چرا این آرنولد سیس آرنولد گرفته؟ میخوای نون توست بذاریم؟ آره چون من پیتزا میخوام. تو پیتزا میخوای یا توست میخوای؟ منم پیتزا. من پیتزاییم. پیتزا خیلی کلفته. من خیلی پیتزا خیلی کلفته. آقا من واقعا این نباید از کانتکست خارج درست. ببین من دو تا آقا مگه دروغ این اصلا داغ شده جون. آقا برای منم بسازید من این هفته من نازک دوست دارم نونا. تو نازک ای جان نس نکن اینا جا بذار. من میگم بود گفتم نصفه که مونده رو آره it was like that. کدومش آماده است؟ توست بدم. بذار من توست بپویم. بیا اینا آماده است. اوکی. خب صبر کن این نونام یه خورده. میخوام در شاخه بذارم که گرما توش بمونه. پویدم نونو تو هم میذارم. نونو بذارین در رو من یه دقیقه بذارم. تو چه جوری دوست داری؟ ولدان؟ نه ما جوسی. به جان خودم یه روزی توی ایران تو رفته بودیم چیز استیک، یکی از دوستام هم شوخه هم زیاد سرش دیدی بعضی موقع میگم فقط استیک بیا و یه سری رستورانا میری آخه چند نوعه میری آقا یه استیک تو ایران بده یا ایران یه استیک بده میگه آقا میاره میذاره نمیپرسم باید اونو بخوری بره. یه سری مگه میشه؟ آره گوش کن یه سری جا هستش که میپرسم مثلا زیاد پخته بشه کم پخته بشه. رستوران که لولش خیلی میره بالا میری اونجا طرف میاد بگه مثلا میگه تیبون استیک مثلا بیف استروگانوف یک سری انتخاب میکنی. بعد از این دوست ما پرسید یک سری کلمه‌های گلم مثلا انگلیسی هم گفت چطوری دوست دارید مثلا چه باید کار چطور دوست دارید براتون پخته بشه مثلا میدیوم باشه ولدان باشه یه جورای دیگه گفت طرف دوستم گفت هر جوری برای خواهر مادر خودت. اینجا ترانه از اونجایی که میخواد با رامبد به هم بزنه به نظر میاد داره آمار روابط بقیه رو میگیره که ببینه آیا میتونه پارتنر یه نفر دیگه ای رو برای خودش برداره یا نه. آریانا تو به اندازه کافی فکر می‌کنم دیگه با پوریا وقت گذروندی. تو چجوریه وضعیتش که از تو اینو نمیپرسه؟ من میدونی چیه من وقت گذروندم ولی ما خیلی چیزا حرف نزدیم. مسلما که خب تایم خیلی کوتاهه الان ولی تا همین الان همش بالا زدیم اینا بیرون نشسته بودیم. اگه اینجوری ببندی اونو بالاتر میتونی ببندی به نظرم نصف بالا نصف پایین. داشتیم نصف بالا نصف پایین در مورد کارشون خیلی گفت جو همش مدت نظر خانواده و فکر بالا راحت خواهرش و فلان یعنی گفت مثلا خانواده و وضعیت اوکی همین روتین زندگیش و اینا. من الان گفتم واقعا کسی رو
دوست دارم که زندگیش خیلی روتین داشته باشه، خیلی گل یعنی قشنگ برنامه‌ریزی شده باشه، مثلا چیزی که میخواد و جلو چشش باشه که به چی برسه، گیج و ویج نباشه. به قولی یعنی قشنگ گفتش من حتی اکسل شیت دارم به کاری که میخوام، یعنی همه چی رو الان به چند درصدی باهاش؟ نمیدونم درصد نمیدونم دیگه باید بدونی دیگه، نمیشه که مثلا سوفار میدونم خوشش اومده، میگم تا چند درصد خوشش اومده. آها چند درصد خوشم اومده. چقدر بگم زیاده، چقدر بگم کمه. اون چیزی که واقعیه رو بگو. سایتش هم خوشش اومد، یعنی همون پوریا که بیرون بود داشت میومد چیز خوشش اومد ازش. آریانا گفت آره گفت بعد از خودش گفتم نه آخه خودش گفتم که خب اولین چیز آدم میبینه ظاهریه دیگه. مثلا یکی که حالا بعدن باشه چیزی میدونم که قرار روتین زندگیمون تقریبا یه چیزش حداقل مشترکه بدون اینکه با هم دیگه حرف بزنیم. همونطوری با سایت وایسادم که کم نمره ندی، حالا نمره بده درصد. اینجوری که تو وایسادی مادر شوهرطوری وایسادی خواهد شد. خب 65 60 تا الان خیلی خوبه. نه چیزی نگفتم. راضیم. دختره فلان ولی من حس دارم دیگه شما خیلی با هم کانکت میشین بیشتر و بعد از یه سری چیزا هست که ولی پسر خوبیه. من میگم بعد با تایم دید همین طوریه یا الان یه خورده مثلا این اول چیزی، ولی یه سری چیزا هست. چیز منفی هم دیدی حس کنی مثلا؟ دارن چیز منفی نیست به نظر من، شاید اونقدر نه همون از دای ساید تو میگم. از نظر دیدی مثلا چیزی که دیگه کاش یه اینجوری ذره نبود. مثلا یه خود دوست داری بگی یا نه؟ چیزی الان میخوام یه ذره میگم نکشیدم ولی مثلا الان نمیخوام. خب میگم مثلا تا الان چی؟ آره تا الان میگم نه دید یه چیزایی بود که یه حرفای مثلا که یه حرف مثلا گفتم نه خب من یه چیزی هم بود که قرار در مورد با هم حرف بزنیم و اینا، در مورد این بودش که باور داره که رابطه خب میگم من اینو بگم شاید من براش هم حرفش این بوده. خب باشه واسه همین نمی‌خواستم شب بفهمید مثلا. آره اگه بعد در موردش مثلا با هم دیگه گفتم من در مورد این میخوام باهات حرف بزنم، چون گفتش که رابطه فهمیدم اون چیک قلبه که داده به اون اینجا دست برنامه ساخته شدن و اینا اونقدر نمیخواد، بعد اون احساس قوی تره، یعنی احساس اگه باشه، ولی من به نظر من یه رابطه خوب از ریشه ساختن میخواد. آره حتی دیتای اول به نظر حتی چند روز اول سر افرت گذاشتن فلان اینا بود که مثلا چیز برگردم. من واقعا داشتیم من راه میامد و میدویدیم با چیزم با نیوتر رو احمدم، بعد که من گفتم کجا نگاه میکنه ببین گرفتمش. چشا رو نگاه کنید. آره حتی دیتای اول به نظر حتی چند روز اول سر افرت گذاشتن فلان اینا بود که مثلا چیز برگردم. من واقعا داشتیم من راه میامد اومد پایین نگاه کن. دخترم به هیزن این کار در آوردن و میدویدیم با چیزم با نیوتر رو احمدم، بعد که من گفتم که من خیلی دقیقاً یعنی اپوزیت تو در مورد این فکر میکنم. به نظر من آدم باید رابطه رو از ریشه بسازه، حتی اگه خیلی هم به هم دیگه حس داری. اتفاقا اون وقتی خیلی به هم دیگه حس داشته باشین اتفاقا یه سری چیزا رو تو نادیده میگیری و اصلا اونا رابطه خراب میکنه. به نظرم اصلا دوست ندارم که بیام به مثلا کامیونیکیشن اینو نمیذارم اسمش، چون من دوست کامیونیکیشن اوکی ام ولی دوست ندارم بیام مثلا به طرف بگم خب من دوست داشتم تو الان مثلا به من گل بدی من ببرید مثلا یه سری چیزا آخه کامن سنس باید بدونه خودش. مثلا یا مثلا بگم من اینجا دوست داشتم تو با من این کامن سنس کامیونیکیشن اوکی ام ولی دوست ندارم بیام مثلا به طرف بگم خب من دوست داشتم تو الان مثلا به من گل بدی من ببرید مثلا یه سری چیزا آخه کامن سنس باید بدونه خودش. مثلا یا مثلا بگم من اینجا دوست داشتم تو با من این مدلی، حالا اگه خیلی دیگه دور از ذهن بود اون رفتاری که من توقع داشتم چرا
من خودم احساس میکنم اینو میفهمم که بخوام برم بگم، ولی یه سری چیزا به نظر من بعد آدم‌ها همه بدونن، پسرا اینا، و اینکه میدونم همه پسرا هم میدونن واسه اون رایت پرسنش، بخاطر اینکه همشون بلدن. بابا انسانیم، همه چی خوبه بعدو میفهمیم. پسرا بلد. ببین این مسئله‌ای که داری میگی من باش مخالفم. ما پسرا خنگیم و این کارا رو که این داره میگه برای دختر رو بکنی میذارم میرن. خب خنگی برای چی میگم؟ یه از این وقتا یه چیزایی میاد تو ذهن، مثلا چجوری بگم، مثلا ما نمیفهم یکی داره نخ میده، نمیفهم با تناب بده، این یکی. دوانمی که تو هرچی بیشتر توجه کنی یارو زودتر میره. اما من بپرس، اینجا بالای 30 تا داشتم، اینجا داشتون، اینجا مسر گرم مسرم اینجا. این که تا اونجایی که لیوانش یاد داره باید پر کنی. بعدن گل بخرم، بعدن توجه کنم، بعدن همه اینا. بعد کسی که نکرد، کسی که این کارو به نظر من نکنه، کسی هم که بکنه، گفتم این کار رو انجام بده براش، میره. به همین برکت قسم، آباش آمدنی برکت بود. بلدی نمیخواد کسی که اون اینقدر حسش بهت نیست که اون چیزای توشو آن کنه که مثلا تو همین کاره بعد بکنه. حالا آریانا خیلی slowly داره بیشتر اکسپرسیو میشه و با من داره راحت تر میشه اینا، و حس میکنم یه ذره بیشتر داره کر نشون میده موقع کارهای ریز، کارهایی که بیشتر دیتیل تورن، به مثلا غذا اینا آورده و اینا. حالا یعنی آقا کنی سر تیبل داشتیم میخوریم برامون غذا میورد، این چیزای کوچیک من میبینم، این چیزای کوچیکو، یعنی آدمی نیستم که نبینم اینجور چیزا رو، حتی اگه کوچیک باشه. Whoa, man, amazing car. When did you become a millionaire? What is this for? We're trying to get advice for the younger. من این ببین اصلا میگم داداش کوچیکم، ببین اصلا میدیوم ریر ایمبدد تو ما میدیوم ریر، چون نمیشه گوشت جز اون خورد. من فقط بلو ریر دوست دارم. منم من ریر دوست دارم و میدیوم ریر دوست دارم. آره من همون میدیوم ریر دوست دارم. من اکسسیو نیستم روم، ولی نوتریانت هم توی میدیوم ریر از ما به چی زیر دیپلم صحبت کنی؟ اکسپریانس چی گفتن؟ ریر دوست دارم. من ریر دوست دارم و میدیوم ریر دوست دارم. آره من همون میدیوم ریر دوست دارم. من اکسسیو نیستم روم، ولی نوتریانت هم توی میدیوم ریر از حالت ولدان بیشتره. آره وقتی ولدان میکنی اولا نوتریانت گوشت داری ازش میگیری. گفتم من تو فرانسه تو کافه کار میکنم، الان فوش دادید خودتونید. من کافه، رستوران و کافیش. فرانسه بعدی؟ سی بنجامان. جو پار فرانسه بیان سور. تو نمیتونی اینجا نیرو هوایی اینو بری اگر که فرانسه فرانکوفون نباشی. اصلا تو کانادا نمیشه خلبان بشی، اگر خلبان کامرشال نمیتونی بشی اگر دو زبانی نیست. چون جو parle un peu français, je parle parfaitement anglais. Tu parles très parfait anglais, mais votre français peut aussi. Si. بچه‌ها فرانسه باز. نه مثلا بابا جون من کاندیشنی که اسکالرشیپ بهم دادن. تو نسانس سال میلادی تو چه سالی به دنیا اومدی؟ 1985. تو 85 واقعا؟ نه 85. من که 97 ام دیگه. 85 که من 90 چی بذار آره 97 آره 47 داری میگی چت خوب؟ نه 80 میشه 4 تا 20 97 یعنی 97 1997. خب تو پسرها اگه بخوام بیان الان واسه تو چی مددن نظرته؟ آره اگه ببری، اگه دوست داری بیاد یه آدم دوست داری چه شکلی باشه؟ شبیه اون آقایی که امروز پشت زنه. دوست دارم ببین حالا ظاهری یا درونی. جفتشو بگو دیگه. مثلا اخلاقی برای من چیزی که مهمه مال من نیست. وایبش خوب باشه، انرژی خوبی داشته باشه، نه خیلی ساکت باشه نه خیلی لاود باشه.
و کریم باشه آف کورس. دوست دارم دیپ باشه، یه خورده مثلا حرفی واسه گفتن داشته باشه، میدونی؟ خصوصیات اخلاقش اینا. قد آف کورس یه ذره بلند باشه. ورزش توی کار ورزش و اینا باشه، ورزش کنه. و خوش تیپم باشه. آره دیگه. این که اولشه. اول ببین میگن مثلا آدم ها رو قضاوت نکن توی دید اول، ولی من به نظرم اولین چیزی که آدم میبینه قیافشه، اولین چیزی که میبینه استایلی که لباس میپوشه، از خودش تیکر میکنه. به نظر من خیلی مهمه جوری که خودتو کری میکنی. اونجوری که مثلا یهو مثلا با یکی میری تو ریلیشنشیپ که مثلا اونقدر تیپش مثلا خاص نیست یا قیافش مثلا ژیگولی نیست، وقتی پیش میاد که مثلا تو با یکی یه تایمی میگذرونی، از اونا نیست که نگاه اول تا عاشق یار بشی، میدونی؟ ولی آفکورس فکر کنم واسه همه همینه. یارو اگه یکم قیافش خوب باشه و اینا اولین چیزیه که فکر کنم یا به خودش رسیده باشه. آره آفکورس. ببین مثلا تو میخوای با یکی زندگی کنی که پراود کنی، میری باش بیرون، کنارشی، معرفیش کنی. نمیگم روت بشه. پراود چیه؟ فارسی زر بزن بابا. هر 10 تا کلمه 11 تاش انگلیسی داری حرف بزنی. اصلا شده میگم معرفیش کنی. آفر سوپر مدل نه که خجالت بکشی. من خودم تیکر میکنم، لباس پوشیدنم، جیمم، بدنم. دوست دارم ببین تو هر چی باشه شبیه اون آدم میشی برای یه مدت. و مردا همیشه خودشون رو میکشونن تو لول. مردا همیشه خود تو رو میکشونن تو لول خودشون. غلط کردم. نه نداره چیه؟ نه من تو لول خودم نه منظورم اینه که مثلا تو باید یکی باشه که از خودت بهترم باشه توی این چیزایی که برات خیلی مهمه. من اینکه طرفم هیلتی باشه مهمه. دوست دارم آره اوور د تاپ، میدونی؟ بابا خب نیلوفر دختر خیلی قابلی با آدم. اونم هست. بابا نیلوفر ای کار یورک درس خونده، خب باید بکنه دیگه. ولی احمد به من چیز گفت توی ایران توی چیز نفت و اینا کاری دوربینا میکنه، خیلی چیز الکتریکش بالاست بچه. آره بابا علم الکتریسیتیش بالاست. ببین اون کست اینجا همه توی فیلد خودشون ریسپکت دادن. من اینو خوشم میاد. از این بابت خیلی خوشحالم. I'm so hungry خدایا. غذا میبینم اصلا نور بهت بباره، نور. بچه ها ما میخوایم ایندالج کنیم. فکر کنم رازله و دازله میخوان ایندالج کنم. من میرم ایکسو رو بدم بعد بیا دوتایی بریم. سلام، من ایکسو امروزم رو میدم به ترانه واسه اینکه امروز مونده بود خونه و کلی کار کرده بود، صبحونه درست کرده بود. بعد من که از 2 اومدم رفتم دوش گرفتم و بچه ها رسیده بودن صبحونه میخوردن. مطمئن شد که غذا برای من مونده، اومد دنبالم بالا که ببینه اوکی هم و بیام حتما غذا بخورم. خیلی حرکتش برام قشنگ بود و خیلی دوست داشتم. مثلا همین ایکسو امروز هم میدم به ترانه تونم. مرسی. سلام، من امروز میخوام ایکسو بدم به نیلوفر. فکر کردم امروز که چرا، به کی، چجوری. من تقریبا از 2-3 ماهه که ندویده بودم، تو جیم میرفتم تمرین میکردم ولی حوازی رو نداشتم. ولی بهم گفت که امروز بریم بدویم و به خاطر اون رفتم. بهدم خیلی خوش گذشت. رفتیم لیک و گشتیم و منظره رو از صورتی که خودم اگه بودم احتمالا نمیرفتم، میموندم اینجا. واسه همین ایکس او رو امروز میدم به نیلوفر. ایکسو امروز همو به لولا میدم به خاطر اینکه امروز ما خیلی دیپ کانورسیشن داشتیم و خیلی بهم حس خوبی داد. توی همه کارا همکاری میکنه، کمک میکنه، خیلی کیر میکنه واسه آدم و واقعا انرژیشو امروز بیشتر از همیشه بده غم. خب ما سبزی نه آره سبزیمون رو نمیبردیم ولی هست از کی از دیشب بعد این که انتخاب آره بعد از اون دیگه خیلی ظاهرا دیشب بعد از اینکه پوریا بین غزل و آریانا رو انتخاب میکنه که باهاش معاشرتی بیشتر بکنه یا پارتنرش بشه آریانا، بنیامین راجع به انتخاب نکردن غزل کلی به پوریا تیکه میندازه و باهاش شوخی میکنه.
و این قضیه باعث شده که وقتی آریانا و غزل با هم توی جمعی هستن، آریانا یک کم احساس معذب بودن بکنه که فکرم کنم حق داره. بنیامین اومد همون شب نشست گفتش که چون من الان با چیزم با شیدام به خاطر اینکه کاپل بنیامین نمیخواستم نظرش هم بدیم، در همین نشستش گفتش که آره قیافه اول که وقتی داشتیم اونجا چیز می‌کردیم توی خونه اومدیم بعدش حرف می‌زدیم گفتش که بچه قیافه آریانا دیدنی بود. من اونجا فهمیدم مثل اینکه خب صورتم یه چیزی نشون داد. گفتم که اوکی. بعد یعنی احساس کردم که میخواد من یه ریاکشن نسبت به این قضیه نشون بدم، یه حساسیتی نشون بدم، یا مثلا بین من و غزل یه کاری بکنی، همچین چیزی حس کردم. سرنم این یه خورده شدم و گفتم اب نداره. دوباره ما رفتیم بیرون نشستیم، دوباره بچه بشینیم بشین در مورد اون موقع حرف بزنیم، مثلا این ریاکشن فلان، این چه اتفاقی فلان، مثلا کی چه ریاکشنی نشون داد، این اونطوری کرد که من دوباره واسه چند خود دوباره منو منشن کرد. شاید مثلا یه موقعی شوخی یه بار یکی عنوان بکنه آدم بتونه راحت سرسری ازش رد شه، ولی وقتی 2 یا 3 بار شه ممکنه آدمو اذیت بکنه. بهت کاملا حق میدم، مخصوصا اینکه ما هنوز تو اول راهی و هر چیزی ممکنه که حساسیت نشون بدیم به همه چیزا. در مورد موضوع کامل بهت حق میخوام، ولی قطعا که فکر کنم بعدش هم عنوان کرد که دارم شوخی میکنم. غزل بیرون که بودیم برام اون چیزو ورد، یعنی واقعا من میگم همه دختر اینجا خیلی مهربونه، میگیم خیلی دیگه هم کمک میکنیم، هم همین چی. پس من اومد یه چیزی آقا که بخوریم همه با هم و اینا، هی نگاه میکرد به پوریا میگفتش که پوریا چی، نمیخوام دوباره 2 تا حرفه بشه که دیدی مثلا چون درست یادم، ولی گفتش که پوریا ببین چی از دست دادی، یه همچین چیزی. ببین مثلا دوباره شوخی رو فکر کنم که بعدش منو چیز کرد. آره یعنی این منو یه ذره مثلا چیز کرد، ولی این شوخی یه همچین حالتی یه بار نبود، واقعا 2-3 بار این چیزو کامنتر رو هی میداد که مثلا الان هی هم یه بار که غزلم آنکافتبل شد خیلی چیز شد، این بودش که میگفتش که نه خیلی داره تلاش میکنم، ببین فلا، ببین مثلا الان این میتونه که احساس کنم واقعا اینو بعد جمع. آره به نظر نامه نوشتی ریزی خیلی حرفم با سکسیسته نیست، خیلی سکسیس بود دیگه، خیلی جنسیتی بود. بیا نمیخوام بابا، اصلا من یه ذره میخوام بخورم. بیا بعد چرا خب یه نصف من مثلا نصفشو بیا، من نگاهم جنسیتی نیست. بیا میخوای غیر جنسیتی بشه؟ ببخشید چرا نمیخوام. بیا غیر جنسیتی کنم نگاهمو. نه اوکی. نه ولی خدایی رامبد جز آن سکسیست آدمه که من عاشق خواهرم. اگه سکسیست باشه سکسیست اگینست من هست، ولی سکسیست اگینست من واقعا هیچ وقت نیستم. من خود تنها چقدر به چیز کودوز گفتم به خاطر کاری که می‌کنی. نه آخه میدونم، ولی این میدونی این انقدر که این لیبلا رو میزنن روی دخترها توی ایران که دختر باید آشپزی کنه، دختر باید کدوانه. اینی که داره میگه که تو ایران اینطوریه، حجاب اسلامی رو رعایت کنم، باید بهتر باشه. خب الان دیگه همه که نه، من خودم بلدم قرمه سبزی درست کنم، قیمه درست کنم، آش درست کنم، دیگه یه چی سوپ درست کنم، ولی حالشو ندارم. هم باید مرد آشپزی بلد باشه هم زن. این فقط نباید یه طرفه باشه. ماها دیگه تریگر میشیم، یعنی چیز شاخکامون نسبت به این حرف فعاله. ولی تو خانواده مامان من دکتر جراح آدم حسابی، ولی تو خانواده ما هر کی مرد باید ساپورت کنه، خرج خونه همه چیز. ببین اگر نه خب there's something off. من دید ببین امکان نه من بزنم تو حتی دعوت هم بشه، من نمیتونم تو پولی میزو بدی، اصلا امکان نداره همین چیزی. آخه اونم باز نمیشه، یعنی چی چرا نمیشه؟ شاید یه دختر دوست داره اینجوری نشون غلط میکنه نداره، چون بعد امسکولیت داره میکنه. ببین من اگر اخلاق دامیننت ببینم اصلا چندش همیشه است. I don't like that. I'm very dominant. I'm very dominant too. خب پس bro we're gonna crash. We're gonna be clashing. چون من اصلا یا مثلا من امروز برای تو مثلا ماشین
ماشینا فرستم اصلا خب هیچکی به من نگفت ماشینا فرستادی. میگم من حالا باید بهشون میگم چون من خواهش کردم از عمو گفتم میشه بریم بیاین به هم خیلی ناراحت شدم ولی هیچکی به من نگفت. ما اونجا گفتن تو قراره بیای. آره گفتن تو قراره جونشی. نگفتم بهشون ماشین بفرستم براش بودم بچه‌ها دیگه. برای چی جونشه؟ هم لولا هم ترانه این دوتا رو می‌خواستم بگم که انقدر خیلی واقعا پرواکتیون، خیلی قبل از اینکه همش غذا درست میکنن، همش تمیزکاری و اینا، خیلی با عشق این کار رو انجام میدن. ما هممون اینجا واقعا خدا رو شکر هممون کار انجام میدیم همگی، ولی این دو نفر حس میکنم که بدون اینکه میدونی با عشق میان جلو. این مادرها میبینم میدونی، حالا شاید بخندن مردم ولی واقعا شبیه مادرای گروه میمونن. ولی علت اینکه به لولا رای نمیدم اینه که لولا آردادی فکر کنم اکسوشو گرفته و حس میکنم فر نیست که مثلا حالا نمیدونم قوانین بازی چی جوریه ولی اگر اکسو بخواد دوباره بهش بده زلوس میشه. من کلا الان اومدم اینجا که نسبت به اون حسی که از آدما میگیرم بهشون اکسامو بدم دیگه. امروز با لولا خیلی کانکت کردیم، خیلی ورزش کردیم صبح با هم دیگه، کلی آشپزی و نمیدونم خیلی تایم گذاشتی با هم. هرچند که از اولش من خیلی باهاش اوکی بودم ولی خب الان بیشتر، امروز خیلی بیشتر. واسه همین اکسوی امروزم با عشق تقدیم به لولای عزیزم. من ایکسو امروز رو میخوام به لولا بدم و دلیلش هم اینه که واقعا اصلا از همون روز اولی که ما اومدیم خیلی داره زحمت میکشه، خیلی داره کمک میده تو همه چی. این نبود ما واقعا گشنگی میکشیدیم و اینکه خیلی همیشه حواسش هست. میخواستم هم دیروز من متوجه نشدم چی گفت، حواسم یه جوری میکشیدیم و اینکه خیلی همیشه حواسش هست. میخواستم هم دیروز بدم به چیز بوتم و به لولا ولی میدونستم بیشترین بوت هم میگیره ولی خب دیگه به احمد دادم دیروز ولی امروز رو میخوام به لولا بدم. That's it. بچه ها من بعد تو علوفه خود علوفه من تو واقعا چقدر بیشوری تو. ایفن نشو من میگم علوفه به خدا ایفن نشو من میگم به خدا قسم اتک نکن بابا اتک چی من میگم علوفه من به لولو من هیچ وقت حواس علوفه الان دیوونه میشه دوباره. علوفه نیستین آخه سبزیجات. ببین من تو رو خدا دیوونه نشو خواهش میکنم بیا بگیرش بیا الان باشه من نمیخوام تو بگین علوفه اصلا I call this علوفه. دیروز وای تو رو خدا ایفر نشد از این سبزیجات ای هیچ مردی نبود اصلا سبزیجات اصلا نمیشه علوفه بابا علوفه ببین دیگه آقا علوفه من خواهرانه به اینجا قیافش خدایا وای چشمت آره از لیزی بودن نمیخواستم برم سم این یک ترانه لطفاً به افتخار خانم چرا منو پرپر میکنید این وسط به خاطر دو نفر دیگه؟ کجا بود؟ آی نیلوفر رو بخون. آی نیلوفر تو چطور تونستی رو نداشته باشی؟ تو همه اسم ایرانی رو باید در می‌آوردی. هر اسم دختری میخوای گیتار رو بدی؟ واو سلام چطوری؟ من بگم یکی توی اکسوه پشت سر مسافر نه بازه اینو گفتم بعد از من اینو بخونی. حاضرین؟ شما فقط باید بگید گریه نکن. قبول؟ بگیم گریه نکن با چه لحنی؟ وقتی تو نیستی چجوری ما فقط بگیم گریه نکن؟ ما بگوشو نخونیم؟ قسمت میدم پشت سر من مسافر اینجا گریه نکن نقش گیتار رو فقط متوجه میشم. بیشتر دکوره آره. خیلی بد داره خیلی حق داره میکنه بیشتر از جونم من دوست دارم. چرا این ندید پدیدا میمونه؟ چقدر میخوری بابا؟ خیلی خوشگوزی جلو بادم نشستی نخوره اینقدر بابا. همه حالا ما آب میخوریم چاق بشیم. این تن آخر گریه نکن آخرش بود اینجوری تمام شد. بعدش چی بود؟ حالا زندگی با تو چقدر قشنگه.
خوبه من عاشق اون آهنگم. اینجا یه موضوع مهمیه که باید براتون توضیح بدم. در حالی که بچه‌ها دارن میگن و میخندن و آواز میخونن و خوش میگذرونن، یه نفر حالش خیلی خوب نیست و اون یه نفر رامبده. حالا خودتون به زودی متوجه میشین که چرا. چند تا چیز باز این گونش تو تصویره. باز این گونش تو تصویر داداش بکش بالا شلوار رو. زده افتاده. شورت نمیپوشه نه؟ این باز معلومه. این هفته دم بنیامین گرم، واقعا پسر خوبیه، یعنی باش حال میکنم. باید بیشتر هم بشیم متفاوتیم. ولی اکسو امروزمو به لولا میرم. درس ازم پرسید، ورزش هم داد، صبحونه صبح درست کرد. خیلی دختر ماهیه، یعنی بسیار هنرمند قابلیه، آدم درست حسابیه و میگم اصلا لولا فوق‌العاده است. من خیلی 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 ازش ممنونم. داشتم درس میکنم، حتی برام اسموزی هم آورد. یعنی واقعا آدم خیلی گلیه. یعنی لولا واقعا بسیار بسیار تو دل من خیلی قشنگ خیلی خودش خوب تو دل من جا کرده. بر دل من از راست کسی خیلی سختش جا میشه، ولی خب رامبو تمام تلاشش رو کرد و از دوستای دور و برش کمک گرفت که احساسش رو به لولا منتقل کنن تا شاید اونا بتونن یک کمی به شکلگیری رابطه رامبو با لولا کمک کنن. ببخشید تو خدا خیلی از کاپل جدا کردم، امروز معذرت میخوام. پوریا به خدا داشت من خواهم کرد. ببین من لولا رو خیلی دوست دارم. I can't do anything about it. واقعا اصلا دارم خول میشم. I really like her. بعد با ترانم مثلا چون من ترانه‌اش مثل بستیم هم. مثلا ترانه‌اش مثل خواهرم میمونه. I really enjoy her. اصلا انقدر هیروی من ترانه خیلی بالاست. ولی بیا بهش گفت ببین هیروی منه چون خیلی دوستش دارم. ولی لولا اصلا امروز درس با هم کار کرد، غذا برام درست کرد، اسموتی برام آورد، سوال درس ازم پرسید. بودی اونجا داشتم در ورزش هم داد. ببین یعنی میگم درست ازش خواستم بیا ازم چه، ولی خب اینقدر کیر کرد مثلا سوالا رو تا تی ازم بپرسه. مثلا حتی امروز لباسامون انداخته من برای شستن، اپریشیت کردم من لباسو شستم بعد خب مثلا لباسم گذاشتم انقدر کام اومد. به نظر من یه سوال دارم که این خیلی خیلی مهم. به نظر این آدم دیروزم اینجوری بود یا امروز شروع کرده انقدر کیر داره راجبت میکنه؟ چون اگه از امروز شروع شده اینم میتونه ساین خوبی باشه. من بسیار نکن متاسفانه من گفتم ایدنیک مموری دارم، باهوشم، ولی من ایکیوم خیلی پایینه. به خاطر همین از تو و قضا خوشگل کمک میخوام، چون من ایکیوم واقعا من ایموشنال اینتلیجنس زیادی ندارم. من خیلی فکشوالم، دیدی که مثلا درس میخوام فکسم پوینت بولت پوینت. ولی اینکه دختری بشه بگی ببین داریم در مورد دو تا مخزن بال حرف میزنیم، دو تا دونه وینگ مخزن رو قبل از اینکه باید بگی گراویتی فد سیستم باید بگی یه همچین چیزی تو برای قهرمان یعنی سوالی که داره میپرسه راجعش فکر کردین اهمیت داره. از هوش و با ارزگی لولا خیلی خوشت اومده و اینو کچ کرده. ببین وقتی من مغز کسی دوست دارم وقتی من مغز یکی مشابهش باشه، وقتی من مغز یکی دوست دارم تو اینم مثل همین که بعد دو تا هم پشتین خیلی سرتون من میگم برو حرف، چون من واقعا دوست دارم که هم من مرد عاشقانه نیستم. اگه به کسی فیلم به تنها نگم مثلا همین که خب لولا خیلی من ریسپکتش من به عنوان احترام براش دارم. این یه سکو ایمه. ببین دو تا چیز میخوام بگم. یکی در مورد ترانه، اینکه من فکر نمی‌کنم شما خیلی رفیقای خوبی. من امروز به ترانه گفتم خیلی اصلا یه دفعه من وقتی وارد اینجا شدم اینا انقدر با هم کانکت بودن من فکر کنم از قبل همو میشناسن. نه من قبلا تو اینستاگرام میدونم خیلی دختر ماهی اصلا. آره. من میخوام ترانه همیشه گفتم بیشتر میشم till the end of time هر وقت you need someone one ring. ولی با هم بودنتون من فکر نمی کنم که هم از طرف اون ندیدم اینو، نه از طرف اونم خیلی کانکت باهاش و دوستش داره، ولی واسه ریلیشنشیپ امنا شد. ولی خودت باهاش داره که حرف بزنی. کسی بعد مثلا امروز هم
من ورزش داد سمودی رو درست کرد کار با من کیر کرد بهم گفت هنوز تو اونا رو مثلا بعد حتی نگاه کرد این امتحان خیلی جدی امتحان کلاسیفاید امتحانی که تو خلبه این امتحان سخته نشست من درس پرسید تمام دوست نگاه کنم درسته ولی خب این که اومدین همه کیر کرده من این انرژی زمانه رو خیلی ببین آره دقیقاً ببین نمیدونم حالا نظرش چیه ولی اصلا این دختر تمام وجودش پر از عشقه من چیزی که من میبینم عشق و کیر کردن واسه همه آدم‌های اطرافش و دیدن این یعنی باید یکی باشه کنارش که اینا رو تو چیزی رو باید بدونی چی ببینی متاسفانه ببخشید نمیخوام من حرف زیباتو قطع کنم ولی باید رو بدونی من برای چند تا دوستی میشه باشم که خیلی مشکل است اصلا دعوا اینا پیش اومد مثلا با من هیچ وقت با لولا بجز اون اینتراکشنی که به خدا میگم به من اون هدپیسی که بخواستم اون داد پول نگرفت مهربون بود اصلا لولا من هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه وجودش واقعا میگم پرش من خیلی خوشم اومده ازش همیشه غذا درست میکنه جا رو تمیز میکنه و ببین ببخشید بذار تمام کنم چون میخوام بدونی چی میدونم یه دیگه مثلا من ویکند کار من دوست دارم پارتنرم خیلی کار کنه من دوست دارم پارتنرم کامفتبل باشه زندگی خوب داشته باشه ببین میگم فلکس I have money من بسیار از بک‌گراند ثروت داری میام من نمیخوام پارتنرم مثلا خیلی کار کنه من میخوام همه جوره حمایت کنم ولی لولا خیلی زنه خیلی اونی که ببین چیزی که من میخوام و فمینینیتیشو خیلی دوست داری خیلی دوست دارم و الان گفتم خب اوکی من قشنگ دارم تو لبو چی که پایین چه حالی بودم گفتم وقتی خب من این شکلی هم بدونی یخ کردی اصلا امنا اوبا ببین امنا اوبا وقتی من اینجوری ام الان خب پس من دوست دارم اگه کسی بیاد اونو اصلا دوست دارم چون پس من دوست دارم برم اصلا از اینجا ولی ببین باهاش حرف نمی‌زنم اصلا من بعضا حتما باید چند تا امتحان کنی یعنی اینقدر فیلینگ قشنگ و من خیلی احترام چه برای اون به عنوان هنرمندم نمیخوام ابداً خدای نکرده چه اون چه هیچ خانومی هیچ وقت چه از طریق من چه این فیلینگت از امروز شروع شد یا دیروز و اینا هم داشت یه حالتایی نه من ببین لولا که همیشه جذاب و خوشگل بوده این مدل چجوری از کجا فهمیدی که نه چون میگم نشست داره میگی اون بیرون داره لغت رو درست بود ببین تو این کیر کردنش دیوونت کرد فقط اون نیست کیر کردنش سایز کمرش لبندیش خوشگلیش اون عوامل دیروز هم بودن من اون عوامل میگم نمیدیدم همون این کیرینگش تریگر ببین تو خودت آیکیو خیلی بالاست من با آیکیو 141 باید یه چیزی بگم که مغزم اینجوری بشه وقتی من اینو میگم هولی فاکینگ دختر باهوشه مغز منو ورزش من تمام عمرم اتلیت بودم منو ورزش دارم من اونجا داشتم میمردم به جه سجاده خیس شده بود مالو حتی چی میگم مالو حتی یه عرقش نبود یه دختر اینجا من از کدوم جوری بخوام پیدا کنم دیگه خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو بودین دمتون گرم واقعا این نگاهی شما خیلی ارزش داره برای من قسمت بعدیشم اومده 2 ساعت اومده من الان اینو دارم ضبط میکنم ما هر شبم توی کیک لایویم گیم میزنیم ویدیو نگاه میکنیم اگر دوست داشتید کیکو اینجا میذارم براتون آیدی کیک یعنی همه جا آیدی من همینه هوراده که بین دوتاش آندرلاین داره یعنی اینستاگرام تلگرام هوراد خالیه تیک تاک هر جا که بزنید من میام میام در خدمتتون اگر دوست داشتید داخل کیکم هر شب بیاید بازی میکنیم لایو میشیم لایو استریم داریم غیبت میکنیم خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو بودین قسمت بعدیشم به زودی میذارم تا ویدیو دیگه فعلا ادیوس